سلام به همگی. آقا شنیدین میگن یکی خودش به خودش سور زد؟ چی؟ نمیشه؟ قربون شکلت برم، کی گفته نمیشه؟ پس سفر حال به همزن لیدی اشتون چی بود؟ اولیا مخدره این دم آخری فکر کرد تو تهران حلوای تعامل خیرات میکنن، واسه خاطر همینم هول شد و با هر ننه قمری که تو نظام گیر آورد ملاقات کرد. دیدار کاترین اشتون با رئیس جمهور روحانی در تهران. خانم اشتون در بهارستان به دیدار آقای لاریجانی هم رفت. نماینده ارشد سیاست خارجی و امنیتی اروپای متحد همچنین با آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی و همینطور دکتر ولایتی رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیدار و درباره مسائل دوجانبه و بین‌المللی بحث و گفتگو کرد. همه اینا رو ول کن، هم تو سری هم رو سری رو بچسب. آی بسوزه این پدر مماشات که پدر تاجرها رو در برده. بگذاریم شیخ فری و شرکا که این روزا با باند سیدری حسابی ریشتوری شدن، بشکن زنان رفتن استقبال خانوم اشتون تا شاید یه فرجی بشه و 2 جام زهر اضافی بذاره کف دست رقبا. آقای روحانی در این دیدار با بیان اینکه سفر شما را به عنوان اراده اتحادیه اروپا در یک حرکت جدید تلقی می‌کنیم گفت ایران و اروپا می‌توانند علاوه بر همکاری‌های اقتصادی در زمینه مسائل منطقه‌ای مثل مقابله با تروریسم و افراطیگری، مسئله افغانستان، سوریه، عراق و ترانزیت مواد مخدر که تأثیرات آن ابعادی بین‌المللی یافته گفتگو و همکاری داشته باشند. شیخ فری باز تو پاتو کردی تو کفش علی گدا. ترانزیت مواد مخدر جزء گفتمان‌های انحصاری ولی فقیه. تو رو سننه. اوه جاست مومنت پلیز. ظاهرا خانم اشتون فرمایش بسیار مهمی دارن که باید بگن. من دیروز اومدم اینجا و روز بین‌المللی زنان بود و فکر میکنم که برای من هم بسیار افتخار بزرگی است که مسائلی که مربوط میشه به زنان در ایران، در اروپا و در سایر نقاط جهان. اوه مای گاد، همه مسائل زنان ایران حل بود، فقط منتظر بودن که سرکار بیایید با نرینه‌های ضد زن حاکم خوشو بش کنید و با نمایش آخرین مدل روسری اجباری روز زن رو جشن بگیرید. حالا که چنین گام بلندی در راستای دفاع از حقوق زنان ایرانی برداشتید، پیشنهاد موشکاف اینه که یه سری هم به بیت عظما بزنید، چون در این زمینه پیشنهادات تعاملی سازنده‌ای براتون داره. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت‌های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه. اما اینکه ما به این افتخار بکنیم که ببینید ما این تعداد، مثلا فرض کنید که خانم مسئول در بخش‌های اجرایی داریم، این غلطه. خب دوستان، حالا برگردیم به همون نکته موشکافانه اول برنامه و داستان سور زدن خانوم اشتون به خودش. یه جونوری به نام منصور حقیقت پور که از وحوش مجلس ولایته دستاوردهای سفر خانوم اشتون رو اینجوری شفاف سازی کرده. دیدار کاترین اشتون با یکی از محکومین فتنه 88 در یکی از سفارت‌ها انجام شده است. خانم اشتون نباید از این فضای تعاملی سوء استفاده کنند و باید این را بدانند که ایران اوکراین نیست که بتوانند هر اقدامی را در آنجا انجام دهند. از نظام مثل چشمهایمان مراقبت خواهیم کرد و از این پس اجازه این نوع دخالت‌ها را به آنها نخواهیم داد. بدبخت زهر زده چشم و چال ولایت رو باباقولی کرده، بعد تو میخوای از نظام مثل چشات مراقبت کنی؟ مراقبت کردی این شده، وای به حال این که مراقبت نمی کردی. از این معرکه تر پاسدار جزایریه که اساسی فیوز پرونده. ملاقات اشتون با برخی افراد معلوم الحال به منزله نقض قوانین دیپلماسی و مقدمه سازی برای دخالت‌های بعدی است. تحت هیچ بهانه‌ای اجازه دخالت غرب در امور داخلی ایران را نمی‌دهیم.
بهتر است اشتون در فکر برطرف کردن مشکلات حقوق زنان در اتحادیه اروپا باشد. بفرمایید لیدی اشتون، اینم از دستمزد جناب عالی. حالا وقتی برگشتید ولایت، اون کلاهتون ببخشید اون روسری اهدایی ولایت رو قاضی کنید، ببینید جز همون تیکه پارچه سیاه و این فحشای آبدار چی از این سفر آیدتون شد. والا بلا این هموطنای شریف ما یه چیزی میدونن که اینقدر تمیز و کار درست شعار میدن و میگن وقتی که امروز توی دست مادر بلندتری که دار این آقونات، وقتی که امروز توی دست مادر بلندتری که دار این آقونات، وقتی که امروز توی دست مادر بلندتری که دار این آقونات. بله دوستان، اشتون اومد و رفت و یه بدبختی دیگه رو دست سیدعلی گذاشت. ته خط که میگیم همینه، هیچ نوشدارویی دیگه جواب نداره. پیچ ولایت هرز شده، هیچ آچاری دیگه نمیتونه سفتش کنه، حتی آچار اشتون. لابد الان بعد از این فضاحتی که سفر اشتون واسه نظام به بار آورد و حتی ظریفان دعوت کننده و سخنگوشون هم جا خالی داده و علیهش اطلاعیه دادن، ما این عدم هماهنگی رو نسبت بهش مطابق عرف دیپلماتیک اعتراض کردیم. سفیر اتریش دعوت شد، مراتب این اقدام غیر دیپلماتیک به ایشون ابلاغ شد. این آهنگو واسه طرف میخونم. برو رد کار تکراری شده نگاهت، خیلی پر رو شدی زود برو رد کارت، برو رد کار تکراری شده نگاهت، خیلی پر رو شدی زود برو رد کارت. طاقت اینو ندارم که بخوام دووم بیارم، کی میره این همه راه من که حوصله ندارم، کار از این حرفا گذشته دیگه فایده ای نداره، کی میره این همه راه من که حوصله نداره. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.